دستور Spacing Tool. در این دستور ما یاد میگیریم که روی یک مسیر احجام مختلفی رو کپی کنیم. مثلا ما حجمی داریم به این شکل و مسیری هم به این شکل داریم که این مسیر فقط و فقط میتونه لاین باشه و یا از دستورهای اسپلاینز باشه. کافی حجم مد نظر رو انتخاب کنیم، میانبر شیفت و آی رو بزنیم. پنجره‌ای به نام Spacing Tool برای ما باز میشه. این دستور به ما کمک میکنه که حجم مد نظرمون رو روی خط کپی کنیم. فقط دقت بفرمایید که حتما حجم رو انتخاب کنید و نه لاین رو. گزینه پیک پس برای انتخاب مسیره. من پیک پس رو میزنم، خط رو انتخاب میکنم. میبینید که 3 تا حجم روی خط کپی شده. گزینه کانت تعداد احجام کپی شده رو تعیین میکنه. 4 تا، 5 تا، 6 تا و یا 7 تا و هر چند تا که دلمون بخواد. دقت بفرمایید که ما فعلا روی این مسیر فقط و فقط میتونیم تعداد رو مشخص کنیم و نه فاصله احجام از هم رو. پس فقط ما تعداد احجام رو میتونیم روی این مسیر تعریف کنیم. گزینه اسپیسینگ رو میزنم و کانت رو غیر فعال میکنم. الان ما به جای اینکه تعداد رو مشخص کنیم میتونیم فاصله حجم ها رو مشخص کنیم. مثلا میتونیم بگیم از هر 500 سانتی متر یک حجم برای ما کپی کن، از هر 400 سانتی متر یک حجم برای ما کپی کن، که هر چقدر تعداد حجم ها بخوایم زیاد بشه باید فاصله کمتر باشه. پس گزینه کانت برای تعریف تعداد، گزینه اسپیسینگ برای تعیین فاصله است. دقت بفرمایید که این دو تا گزینه نمیتونن به صورت همزمان فعال بشن. الان نگاه کنید، میبینید که ما اینجا 400 سانتی متر فاصله برای 11 تا حجم داریم. اگر هر دو با هم تیک خورده باشن دیگه از مسیر تبعیت نمی کنن، فقط از ابتدا به سمت انتها حرکت می کنن. پس نباید هر دو با هم تیک خورده باشه. خب من کانت رو فقط فعال می کنم. گزینه Start Offset تعیین فاصله اولین حجم از ابتدای خطه. به این شکل ببینید هر چقدر من افزایش میدم این عدد رو، اولین حجممون که اینه و ابتدای خطمون اینجاست، از ابتدای خط داره فاصله میگیره. در واقع اولین حجم از ابتدای خط فاصله میگیره. End Offset تعیین فاصله آخرین حجم از انتهای خطه. مثلا ما تعریف میکنیم که 150 سانتی متر فاصله داشته باشه. End Offset پس شد فاصله آخرین حجم از انتهای خط. با این نوار کاری نداریم. این نوار در دستورات متفاوت خودش به شکل‌های متفاوتی فعال خواهد شد. مثلا در دستور ریلینگ این دستور خودش تعریف میکنه که تعداد لور ریل ها به چه شکل باشه، ولی ما با این کاری نداریم. هر کدوم رو که فعال کنیم نسبت به تعریف قبلی که نرم افزار برای خودش انجام داده در واقع این دستورات رو فعال و غیر فعال میکنه، ولی ما با این کاری نداریم. خب کانتکست، ببینید ما اینجا 3 تا گزینه داریم. گزینه اول و دوم به این معناست که خط از وسط حجم شروع بشه و یا از لبه حجم. پس خط از وسط حجم شروع بشه یا از لبه حجم. و گزینه فالو میگه که
حجم نسبت به تغییر مسیر تغییر کنه، یعنی بچرخه. ببینید الان این حجم نسبت به تغییر مسیر چرخیده. اگر این غیر فعال باشه تمام حجم ها در یک سو هستند، ولی با فعال کردنش حجم ها نسبت به خط تغییر جهت میدن. گزینه کپی، اینستنس و رفرنس رو قبلا خوندیم. کپی در واقع هر کدوم از این حجم ها دارای مادیفای مجزایی هستند. اینستنس یعنی تمام حجم ها دارای مادیفای یکسان و رفرنس به این معناست که هیچ کدوم از این حجم ها مادیفای ندارن و فقط حجم اورجینال مادیفای داره. اپلای رو میذارم و تمام. این دستور ممکنه که به شما کمک کنه که یک درخت رو در یک مسیر کپی کنید. من یک درخت ترسیم میکنم. ببینید من این درخت رو میخوام در این مسیر کپی کنم. درخت رو انتخاب میکنم، شیفت و آی رو میزنم، پنجره برای من باز میشه. پیک پس خط رو انتخاب میکنم و میگم در این مسیر به تعداد 4 عدد درخت کپی شه و نسبت به تغییر مسیر جهتش هم تغییر کنه. این دستور برای کپی حجم در پارک ها مانند نیمکت، سطل آشغال و یا تیر چراغ برق و یا درخت میتونه به ما خیلی کمک کنه.